مذاکره کردن یک چیزه، سیگنال مذاکره مثبت فرستادن یک چیز دیگه است. شما میتونید که سیگنال منفی بفرستید، میتونید سیگنال خشن بفرستید، سر میز مذاکره هم برید. همونطور که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن. آمریکایی‌ها برای مذاکره موسموس میکنن، التماس میکنن، کلافه مذاکره، ولی نمیان اینو بگن. 24 ساعته میگن که ما مذاکره نمیخوایم، ما به مذاکره نیاز نداریم، بعد میایم محاصره میکنیم، ایران رو بهش حمله میکنیم. چرا باید از ایران، از آقای عراقچی و از بقیه ارکان ایران پالس مثبت بیاد که بعد بازار آمریکا خلاص شه، که قیمت نفت بیاد پایین، که ایران اهرم فشار خودش رو از دست بده؟ ایران در مذاکرات دور دوم اسلام آباد دستش پایین‌تره، چون بازار ریلکسه، بازار داره سیگار برگ میکشه، لیوان ویسکی دستشه. آقای عراقچی، توییت های شما از روزی که از اسلام آباد برگشتید آرامتر، مهربانتر و صلح‌جویانه‌تر بوده. احساسی در آمریکا هستش و وال استریت رو تغییر میده، این احساسی که ایرانی‌ها دارن دی اسکلیت میکنن، دارن تنش، در واقع کاهش تنش میدن و این داره به وال استریت اعتماد نفس زیادی میده. وال استریتی که 2 هفته پیش داشت به حرف توییت های آقای قالیباف گوش میکرد، این خطرناکه. توصیه من اینه که فارغ از این که شما چه میکنید، به مذاکره میرید یا نمیرید، در واقع ظهور شما در فضای عمومی باید 10 ها برابر این پوزیشن خصمانه، خشن و غیره باشه. الان مقامات ایرانی باید در مورد بستن تنگی باب المندب صحبت کنن، باید در مورد این صحبت کنن که ما کشتی آمریکایی رو از اینجا به نزدیک‌ترشن با موشک میزنیم. جواب های ترامپ رو باید با هوی هوی بدن. اگه فکر کنید که چون ما داریم وارد مذاکره شدیم، با هم دیگه دست دادیم، ادب ایرانی حکم میکنه که حالا دیگه با آمریکایی دعوا نکنیم، سخت در اشتباهه. از اون موقع تا حالا ترامپ 3 بار دیگه ایران رو تهدید تمدنی کرده. همین الان قالیباف هم که زنده است، نکشتمش، بیاد پای میز مذاکره، داره تحقیر میکنه ایرانی ها رو. شما با تحقیر متقابل کنید. به هیچ وجه آن زبان درجه‌ای که ایرانی ها استفاده میکردن در اون 40 روز جنگ نباید در زمان آتش بس کنار گذاشته بشه. آتش بس برای آمریکایی‌ها بخشی از جنگ و ادامه جنگ، زبانشون به هیچ وجه تلطیف نکردن و ایرانی‌ها نباید بکنن. ایرانی‌ها باید زبانی اتخاذ کنن، تیم مذاکره کننده ایرانی، که برای اساسش قیمت نفت بالا بره، بورس سقوط کنه. این که بورس داره الان رشد میکنه اتفاق ترسناکی است. شما وقتی که این هفته برید خواهید دید که ونس ممکنه سر شما داد بزنه این دفعه، چرا که خیالش از بازار در آمریکا راحته. ما کارهایی که باید می‌کردیم که خیال ونس، خیال ترامپ، خیال روبیو ناراحت باشه و با اضطراب به دور دوم مذاکرات بیان رو انجام ندادیم. شاید یه پهپادی میرفت میخورد به یکی از ناوهای آمریکایی، بعد میگفتیم آقا از ما نیومده، مسئولیتش هم نمیپذیرفت، بعد یه آب شیرین کنه یه جای از بین میرفت. من نمیدونم، من که فرمانده نظامی نیستم. ایران ابزارهای فراوانی برای تاثیرگذاری روی قیمت نفت جهانی داره. چرا در این 2 هفته استفاده نکرده؟ در این 1 هفته استفاده نکرده؟ خطاست.